و در حدیثی که امام بخاری و مسلم رحمت الله علیهما روایت کردند، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، حج مبرور جز جنت دیگر مکافات ندارد. این معنای این را ندارد که این یک سبوکی باشد. این معنای این را ندارد که انسان یک حج میکند و تمام گناهاش بخشیده میشود از چیزی سبوک است. حج مبرور گفتند، حجی که در وی گناه نیست، حجی که با مهنت حلال، با عرق جبین مبلغ جمع کرده باشد و در سفر به خانه الله تعالی گناه نکرده، طبق شریعت، طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حج را خالصا لله به اتمام رساند. این عملی ساده نیست. دو شرط دارد قبول شوی حج. شرط اول این که خالصا لله باشد. کسی اگر به خاطر حاجی شدن، به خاطر سیر و گشت یا به خاطر آبرو گرفتن اگر به زیارت خانه رود، حج او باطل است. این حدیث برای او دخل ندارد. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، حج مبرور یعنی حجی که مقبول درگاه الهی شده است، مکافات او جنت است. این برای آن شخصای هست که شرطهای قبول حج در او دیده شود. شرط اول این اخلاص است. این در تمام عبادات عمل باید خالصا لله باشد. 99 فایدهش اگر برای الله باشد، یک فایدهش برای مردم باشد یا فلانی رفته است، ما باید از او کم نباشیم. ما از او در چی کم هستیم؟ او هم پولدار هست، ما هم پولدار هستیم. به این خاطرها، به دیگر خاطرها، به خاطر الله نباشد، او شرک است. شرط دوم متابعت سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. حج باید طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. هر یک حرکت، هر یک سکونتان باید طبق دستور جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ به روز هشتم ترویه به مینا روز هشتم رفتند یا روز هفتم رفتند؟ بعدی بامداد رفتند یا بعدی پیشین رفتند؟ برای خود یک مرتبه سوال گذارید. بگذارید سخنهای دیگرها را. پرسید که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کار کردند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم کی از مزدلفه برگشتند؟ چگونه سنگ زدند؟ چگونه قربانی کردند؟ مثل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر باشد، این شرط دوم است. پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که خذوا عنی مناسککم، عبادت حج را از من آموزید. چه خیلی که من حج کردم همان گونه حج کنید. در حدیث جابر رضی الله عنه در صحیح مسلم است، میگن که رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یرمی علی راحلته یوم النحر. روزی نحر بود، یعنی روز عید قربان بود. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که از بالای شترشان ایستاده سنگ میپرتافتند تا اینکه همه مردم رویش حج جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیند و یقول لتأخذوا مناسککم، من این عمل را میکنم تا اینکه شما مناسک حج را از من بیاموزید. چه خیلی که من حج کردم همان گونه حج کنید. فإني لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، چون من نمیدونم شاید این بعد این دیگر من حج نکنم. و واقعا بعد 3 ماهش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از عالم چشم پوشیدند. این شرط های صحیح شدن حج است: اخلاص عمل و متابعت به پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیروی در هر یک خرد و کلان در عمل های حج و پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد دیگر حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حج مبرور را بشارت دادند: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. کسی که این خانه را حج کند، فلم يرفث، در اثنای حج سخنهای لغو، سخنهای فحش، سخنهای عاید نکاح و نزدیک به این سخنها را نکند، ولم یفسق، گناه نکند، دروغ نگوید، حقارت نکند، دشنام ندهد، غیبت نکند، ناس نکشد، سیگارت نکشد، گناه نکند مطلقا، رجع من ذنوبه،
بر میگردد از حج مانند آن روزی که از مادر تولد شده است. یا آسان نیست. مردمی که آمیخته به گناه شدن در یک دقیقه چند مراتبه یا سخن دروغ میگن، یا غیبت میکنن، یا حقارت میکنن، یا دشنام میدهند، گناه میکنن. این آسان نیست. این حدیث هم در صحیح بخاری و مسلم است. در سوره بقره آمده است که به کسی که حج فرض شده است فلا جدال نکند، کشاکشی نکند. او جای عبادت است دیگر.